رو آشنایی داشتم و بخصوص منطقه بلوچ‌نشین رفتم و با اونا اطلاعاتی که به دست آوردم توی این جابجایی و تبادلات کم اشاره کردین. اگه میشه محبت کنین چه چیزی باعث شد که این ارتباطات تبادلی شما یکم گسترش پیدا نکرد؟ چه عاملی؟ نظام سرمایه‌داری دولتی اجازه نمیداد، ناتوانایی عرضه تقاضا بود، یا مسائل دیگه ای؟ این مسئله رو اگه سوالو اگه روشن بکنی من خیلی خوشحال میشم آقا یوسف. یکی اینه. دومش اینه در رابطه با سیستم که بعد از اینکه در محتوای بعدی که شما موفق شدین خانه‌های فرهنگی و انسانی مسائل رو پیش بیارین، چه گروه‌هایی واقعا یا احزاب و سازمان‌هایی رو شما مقصر میدونید در رابطه با سرکوب این برنامه‌های فرهنگی و هویت طلبی خودتون از جانب زبان و به اصطلاح سرزمین و مکان‌ها؟ و یه سوال دیگه که من دارم سومش اینه یوسف آقا، نظرتون چیه واقعا؟ در زمان شاه معمولاً تلاش بر این بود که این قدرت مرکزگرایان رو گسترش بدن، توجه میکردن روی مسائل مذهبی تا یه حدود، حتی من خود شاه هم میرفته مثلا مشهد، ولی زیاد تبعیضات آنچنانی ما حس نمیکردیم. مثلا من خودم یادمه زمانی که دبیرستان درس میخوندم زاهدان 2-3 ساله، از یه طرفی ما یک دبیر داشتیم به اسم مولوی عبدالعزیز که دبیر دینی خود من بود اتفاقا تو دبیرستانی که بودم، از یه طرفی رضوانی داشتیم که دبیر دینی بچهای شیعه مذهب که دوستان خود ما بودن، با هم بودیم تو همون دبیرستان در زاهدان بودن و در کنار هم ما رفت آمد داشتیم. خیلی اتفاقا خونهای همه اینها این آقایان میرفتیم می اومدیم. از یه طرف مولوی عبدالعزیز بود، از یک طرف آقای آیت الله ابن کفمی بهش میگفتن. اونا با همهشون ارتباط داشتین، چندان چیزی پررنگی نداشت این مسئله مذهبی رو. بعد این جابجایی سیستانی ها رو هم اگه روشن بکنین، چون فقط مسئله فکر نکنم مذهبی باشه، بلکه مسائل خوشسالی و مسائل دیگه‌ای که واقعا در رابطه با تغییرات اقلیمی و زیست محیطی که در به اصطلاح منطقه نیمروز به پایین پیش اومد تحمیل شد که اینها برن. اینو به چه شکل توجیه میکنین؟ اگه این 3 تا سوال رو به طریق دیتیل ارجاع بدین به اون دانش‌های خودتون ممنون میشم. خیلی ممنون، تشکر. خب آیه گرداننده دوستمون نوحان. بله اجازه میدین؟ بفرمایید. ببین این الان یه بخش اظهار نظر شد سر بعضی موارد که در رابطه با به اصطلاح سیستم نظام به اصطلاح سوسیالیستی و غیره و اینا که اصلا موضوع بحث ما نبود اینا. من فقط به خاطر شرایطی که برای ترکمن صحرا پیش اومده مجبور بودم، یعنی هر کی می‌خواست این کارو بکنه به چگونگی به وجود اومدن اون ناشی از انقلاب اکتبر 1917 به بعد و مجموعه نقشی که در به اصطلاح اوضاع جهانی به وجود آورد، من برای اینکه اوضاع ترکمن صحرا چی پیش اومد و مجبور بودم توضیح بدم اینا. در اون رابطه من یعنی با قصدم و اصلا نیازی هم برای اینکه دیدگاه من یا دیدگاه هر کسی دیگر این رابطه چی هست اصلا مطرح نیست در اینجا. یعنی موضوعی که هست، ما موضوع بحثمون از اون جنبه که جنبه اصطلاح ایدئولوژی پیدا میکنه، جنبه دیدگاهی پیدا میکنه، اینا نداره. به هر حال از من در این حد توضیح را اگه بپذیرین از این گذر میکنم. من فکر میکنم گرداننده این جلسه یا این صحبت، چون بخش سخنرانی من تمام شد وارد بخش گفتگو شدیم و از این جنبه من فکر میکنم همین توضیح را از من بپذیرین. اگر نمیپذیرین من مجبورم که سر این مایه شما اجازه بدین صحبت کنم. من فکر کنم وارد این بحث نشیم. نه، بعد بیشتر مسائل مشکلاتی که الان هست موجود هست اینا را باید بحث کنیم. اینا بحث های چی هست؟ ببین آقای دکتر شیرانی درست میگم؟ بله دکتر شیرانی، من در این حد فکر میکنم کافی میدونم که بر اوضاعی که در ترکمن صحرا پیش اومد و این ترکمن‌های ایران در چه وضعیت شرایط سیاسی قرار گرفتن، این به نظر من حائز اهمیته و بعد گفته میشد. من در اون حد گفتم اینا.
به هر حال یک مرزی برای ما وجود اومد و این مرز امروز هم همچنان برقراره. هیچ ترکمنی تا 30 کیلومتر اون مرز نمیتونه نزدیک بشه، چه از آبی، از دریا و چه از خشکی. ولی من میدونم که در بلوچستان، در کردستان، در سایر نقاط به خاطر اینکه در اونجا مرز دو تا سیستم متخاصم جهانی نبود، مرزی که از سرزمین ترکمن میگذشت اون طرف شوروی بود، این طرفش ایران بود، در واقع از وسط سرزمین ترکمن رد میشد. این مثل همه جای دیگه دو تا نیروی متخاصم، یکی اون ور یکی این ور، اینا توافق کرده بودن اینجا رو حسن همجواری بکنن و هیچ نیازی به وجود نیروی نظامی در اینجا نباشه برای علیه همدیگر. و این در ما تاثیر میگذاره در شرایطی که ترکمن صحرا داره و من مجبور شدم اونو در اون رابطه بگم. مورد دیگه، شما شرقشناسی مسکو خب تحصیل کردین و اون موقع که اونجا تحصیل میکردین رفتین ترکمنستان و ترکمنستان که استان مرو یه منطقه داره که بلوچ نشینه، اینا بلوچا میشینن. من حدس میزنم فکر میکنم تعدادشون نزدیک 100,000 یا بیشتر باشه، دقیق نمیدونم. من فقط اون موقع که اونجا من خودم 6-7 سال بودم، 3 سال در خوارزم بودم، 1 سال تو نزدیکای بخارا بودیم. تو این مدت من به عنوان مهندس کار میکردم تو بخش اونجا به روسی میگن گیدروملوراتسیا. اگر شما شوروی روسیه درس خوندین گیدروملوراتسیا میدونین چی هستین. و از اونجا که در آسیای میانه به روسی میشه سرت نازیه، یه منطقه خشکه، آب در اقتصاد اونجا نقش اصلی را ایفا می‌کنه. بیشترین پول، بیشترین درآمد به این بخش میداده. من اونجا اون موقع که کار میکردم 170 روبل میگرفتم ماهانه. بعد تقاضا کردم، کلی تلاش کردم تا موفق شدم بیام تو اکادمی علوم کار کنم. اکادمی علوم ترکمنستان یک انستیتوی 16 انستیتو داشت. یک از این انستیتوی تاریخ. بعد اینقدر تلاش کردم بالاخره پروسترویکا شد اونجا، مرحله بازسازی به وجود اومد، شرایط فراهم شد، من تونستم مثلا اون تقاضا را اونا بپذیرن از من محل کارم رو تغییر بدم بیام تو انستیتوی تاریخ. انستیتوی تاریخ من بخش سکتور تاریخ ترکمن تا در دوره اسلام قرار گرفتم. چون فارسی بلد بودم، یه مقدار عربی بلد بودم، یه مقدار انگلیسی بلد بودم، اینا برای محققین تاریخ در اینجا مثلا میتونستم یک کاری بکنم. منظورم از این توضیح این هست که من تو بخش etnografی نبودم. کسانی که تو انستیتوی تاریخ تو بخش etnografی بود، تمام اتنیکایی که در ترکمنستان اقامت داشتن اینا رو شناسایی میکردن، کار میکردن روشون اینا. من یک کتاب الان اینجا هم دارم درباره بلوچا که اونجا تو بخش شرقشناسی انستیتوی تاریخ یکی نوشته بود، بعد به من هدیه داد اینا، چون اونجا ما کنفرانس ها سمینارها با هم شرکت میکردیم. اونا با از یک سکتور دیگه بودن، سکتور بخش همین چیز بودن، اورینتالیسم، شرقشناسی بودن اینا. به هر حال من در این رابطه چیزی بیشتری نمیتونم بگم در رابطه با اینکه بلوچا چگونه شده اونجا جا گرفتن، چطور شده، چه سیاستی پشت این هست، اینجوری اونجا را چیز کردن بلوچ اونجا مثلا. به هر حال در طول تاریخ اتفاقاتی پیش اومده اونجا رفتن دیگه. من نمیدونم اونا را، اصلا نمیتونم رو چیزی اصلا اطلاعاتی بدم اینا، چون هیچ نوع کاری نکردم و هیچ در شرایطی قرار نگرفتم بخوام اونو پژوهش کنم، مطالعه کنم. در نتیجه اطلاعاتی ندارم. شما اگر تو بخش شرقشناسی بودین احتمالاً بیشتر از من میتونید در اون رابطه اگر لازم باشه صحبت کنین. مسئله شما انقلاب گفتین جابجایی قدرت است. من گفتم انقلاب. خب این برمیگرده به تعریف من و تعریف شما از انقلاب چی هست اینا. اون مسئله نیست. حالا اون دیدگاه شما هست، بیانگر دیدگاه شما، اینم بیانگر دیدگاه من هست.
از نظر من یک سیستم شاهنشاهی پهلوی که به اصطلاح سرنگون شده با حرکت مردم و بعد این حرکت مردم مورد سوء استفاده بخش روحانیت با تحت رهبری خمینی قرار گرفته و اینا همه چیز قبضه کردن، سوار بر موج احساسات شدن و فلان اینا. و اون بخشی که توافق کرده بودن که به اصطلاح نهضت آزادی مملکت رو اداره بکنه، اونو از دستش گرفتن و تا به امروز اون بخش به اصطلاح از سه قوه مقننه مجریه و قوه اجراییه، میدونیم که قوه اجراییه رئیس جمهور انتخاب میشه ولی هیچ کاری نیست، به قول خاتمی اصطلاح آبدارچیه یا هر چی میخوام بگین اینا. میدونیم که قدرت اصلی دست بیت امام چیز رهبری فلانه، طبق سیستم قانون اساسی ایران بر اساس شیعه اثناعشریه و تو اولین ماده هم هست که تو این کشور هر چه بخواد قانون وضع بشه باید در این چارچوب باشه و اونا هم یه فیلترهایی گذاشتن که اسامیشون رو میدونین چی هست اینا. به هر حال به این شکل دارن این مملکت اداره میکنن. نتیجه هم که پیش اومده نه تنها برای مردم ایران، برای تمام دنیا هم قابل ملموس و قابل شناخته اینا چی شده اینا. خب از این هم که بگذاریم، مسئله زمان شاه شما اشاره کردین که مسئله شیعه و سنی و مسائل اینجوری زیاد پررنگ نبود. کاملا درسته، زیاد پررنگ نبود، برای اینکه شاه سال 1332 25 مرداد علیه مصدق خواست کودتا بکنه، موفق نشد، فرار کرد. اونو گرفتن، گوش رو برگردوندن، گفتن تو باید بیای حالا حکومت بکنی و ما کلی برنامه پروژه داریم و این پروژه ها رو باید اجرا بکنین. بخشی از این پروژه همچنان تقویت بخش شیعه مذهب بود. من سال 1353 با یه شخصی به نام چوپانزاده و یه جمعی سیاسی از بچه‌های عرب به زندان اهواز بودم. قبلش یه چند ماهی زندان شیراز بودم. در رابطه با گروه به نام ستاره سرخ دستگیر شدیم اینا. به هر حال یه جمعی بودیم تو دانشگاه، نفوذمون تو بخش دانشگاه پزشکی قوی بود. از طریق دستگاه‌های چاپ اونجا به اصطلاح برای تکثیر چیزای درسی میتونستیم استفاده بکنیم برای کارهایی که میخواستیم ترویج کنیم. به هر حال این لو رفت دستگیر شدیم و همچین وضعی برای ما پیش شد. در زندان من سال 1356 متوجه شدم که یک سکتوری هست دست سواک، اونجا حزب الله آموزش. خب من اینو دیدم، چگونه میتونم بپذیرم که این که رژیم شاه حاکم بر همه چیز و اونجا هم دست سواک. من هر شاهد بودم، هر 2 ماه نزدیک 200 نفر از نقاط مختلف میآوردن اونجا آموزش میدادن، میفرستادن. و تا سال 56 اینا اینقدر تعداد حزب الله رو زیاد کردن که از این به بعد که حزب الله یواش یواش تو ایران مطرح شد، تو دانشگاه ها فلان. قبلا 1 نفر هم نبودیم، چیزی به نام حزب الله وجود نداشت. من سال 56 رفتم دانشگاه که برم به اصطلاح مدرک تحصیلی ما بگیرم، چون به اصطلاح وام گرفته بودم و توی مدت کار کردم و وامم دادم، اینا تمام شد و میتونستم برم مدرکم بگیرم. رفتم دیدم یه مقدار شلوغ هست، شعارها چیزایی که هست اینا، همشهریام دیدم، بعد گفتم که بابا شما که بودین بدون حزب الله نبود، الان حزب الله نگاه کن چقدر زیاد شد. و این پلانی بود که شاه، رژیم شاه و دستگاه سواک پیش می‌برد. بذار یک فکت دیگه هم به شما بگم. رئیس سازمان امنیت رژیم شاهنشاهی در گنبد کابل شخصی بود به نام علی جهانگیری. این شخص زمان انقلاب یک تیمی داشت، با این تیم سفارت شوروی را تحت کنترل داشت. وقتی مجاهدین خلق اون سید محمد رضای نمیدونم چی رو فرستادن از مرکزیتشون با شوروی تماس بگیرن، این در اومد اینو دستگیر کرد. تیم اینا چیکار کردن؟ بردن به خمینی تحویل دادن. مدرسه چی بود اسمش اینا اونجا مستقر بود اگه یادتون باشه. من الان اسمش یادم رفت، مدرسه علوی بود چی بود اینا. به هر حال ندارم. خب اعدامش کردن. ببین این دستگاه سواکه، اون رئیس سواک و گنبد قابوس بود.
اینا در خدمت دیگه خمینی بودن. خب اینا ما چجوری باید تعبیر تفسیر کنیم؟ فکت سوم، جنبش عمل یادتونه تو لبنان، جنبش عمل یک چیزی داشت، رهبری داشت به نام چی صدر بود، اینا یادم رفت. اینا دزدیدن. بعد رژیم شاه اونجا سرمایه گذاری کرد، بخش مذهبی های افراطی شیعه مذهبش ازش توش آورد، حزب الله، تشکیلات به نام حزب الله را انداخت که بعد از انقلاب در خدمت خمینی قرار گرفتن. یه نیروی بزرگ با حمایت پول سرمایه ایران هم تبدیل شد در لبنان. ببین این چیزی که به نام رژیم خمینی اینجوری اومد، قبلش اون رژیم پهلوی بود که با کودتا اومدن، انقلاب مشروطیت شکست کشوندن. انقلاب مشروطیت چی هست؟ چی بود؟ انقلاب مشروطیت این هست که مملکت باید قانون اساسی داشته باشه، بر اساس چیز مجلس اون نماینده های مردم بپذیرن، بر اساس اون قانون وضع کنن. شاه به شرطی شاه هست که این قانونی که نماینده های مردم وضع کردن رو تایید بکنه. این بهش میگن مشروطیت. ولی خمینی اومد مجلس پر کرد از بلقربان های خودش دیگه، هرچه میبخشین رضا شاه پهلوی پر کرد از اونا، هرچه اون رضا شاه میگفت این نماینده های مردم نبودن، اونا مجلس نبست. ولی به این شکل مجلس از اون خاصیت اصلیش، از هویت اصلیش خالی کرد، تبدیل کرد به عنوان یک ابزاری در دست یک دیکتاتور. خب این ادامه پیدا کرد، به پسرش هم منتقل شد. پسرش هم در اولین فرصت که به دست آورد خواست علیه مصدق کودتا کنه و اون شرایط دموکراتیک از بین ببره. بالاخره موفق شد. اول فرار کرد، موفق نشد. بعد بهش گفتن حالا برگرد یا بعد میتونی ادامه بدی، هنوز این کارا رو باید انجام بدی. به هر حال من در این حد فکر میکنم فقط کافیه که عامل بادیچه دستبندی های سرمایه‌داری جهانی، صاحبان سرمایه گردن کلفتی که در جهان عمل میکنن بود. اینا سال 1941 برابر با 1120 ایران را 3 کشور اشغال کرد. یکی شوروی، یکی هم آمریکا، یکی هم انگلستان. قبل از اون فقط روسا و انگلیسا در ایران بودن. بعد از انقلاب مشروطیت یک شخصی به نام مستر شوستر رو آمریکایی‌ها فرستادن که برای بخش اداره دارایی ایران کمک بکنه. این آدم و همین روسیه و انگلستان از ایران گفتن اینا را باید بیرون کنه. اونا بیرون کردن. آمریکایی‌ها به فرصت بودن برگردن ایران. هیتلر اومده بود فرانسه را گرفته بود، اونجا یک پایگاه به نام نورماندی ایجاد کرد، خیلی محکم بود. بعد رفت به طرف شرق که شوروی را نابود کنه، تا ولگاگراد هم رفت. خب از اون نورماندی هواپیماش بلند می‌شدن میرفتن لندن رو بمباران می‌کردن. خب مجبور شدن این روسیه و انگلستان مجبور شدن رفتن دست به دامن آمریکا شدن. آمریکا هم گفت که اول باید بریم تهران بشینیم. چرا؟ برای اینکه اون قبلا نماینده آمریکا را اینا بیرون کرد. نشستن اونجا به توافق رسیدن. بعد از اون قضیه شد 3 تا اینا و آمریکا هم دیگه نرفت از ایران بیرون. به هر حال به عنوان یک پای قضیه، خب اون آمریکا یک کشور سرمایه‌داری ویژه‌ای بود، برای اینکه از روز اول که دولت تشکیل شد دولت سرمایه‌داری تشکیل شد و اینجوری ادامه داد. برای خودش برنامه داشت و برنامه‌هاش هم پیش برد. تا اون موقع شاه لازم بود نگه داشتن، برنامه‌هاش اجرا کرد. زمینه‌های لازم برای شکلگیری یک نیروی مذهبی این شکلی که در ایران حاکم بود به وجود بیاد. بعد از به وجود آوردن اون شاه رو بیرون کردن، اونا رو آوردن. بعد پروژه خاورمیانه بزرگ اجرا کردن. ما همین دنیا شاهدی که هر جا که با هم به سازش نرسیدن مثل سوریه اونجا رو داغون کردن. حالا فردا ممکنه این نصیب منطقه ماها بشه. اینا معلوم نیست چی میشه وضعیت. الان چه روندی در افغانستان پیش خواهد رفت. ترکیه ماه آینده بعد از ماه رمضان میخوان بشینن و اگه به نتیجه رسیدن چی میخواد بشه اینا. به هر حال چندین میلیارد غرب سرمایه گذاری کرد در رابطه افغانستان اینجا بیاد. مطمئن باش برای آیندهش برنامه داره، والله همچین خرجی رو نمیکنه.
طبیعی هم هست، هر کس هم باشه این کاری همجوری خواب نمیبینه که مثلا بتونه همجوری بدون برنامه مثلا پول خرج کنه. به هر حال ما اینا را قبول کنیم، این یک واقعیتیه. هر چند زمان میگذره تغییر تحولات سرعت بیشتری میگیره. ماها که در قرن 20 هیچ نوع حق حقوقی صاحب هیچ حق حقوقی نبودیم، به خصوص حقوق فرهنگیمون بیش از هر کس هماهنگ شدن با این تغییر تحولاتی که در سطح دنیا هست، به خصوص در بازار جهانی، قابلیتمون کمتره برای انطباق دادن خودمون، روز کردن اوکی شدن در این باید. به هر حال در یک همچین وضعیتی قرار گرفت. اگه فردا یک جوری تو منطقه ما اینا شاخ به شاخ بشن، اون وقت بیش از هر کس مردم اون منطقه است در تختی میکشن. همونجوری که در سوریه اینجوری شد، در عراق اینجوری شد. اینا به هر حال اینا چیزایی هست که ناشی از دیدگاه من هست. اینا من اینجوری تشخیص میدم، حالا میتونه درست باشه میتونه نادرست باشه. ولی جواب من در این رابطه در رابطه با سوالی که شما مطرح کردین فکر میکنم در این حد دیدگاه من برای شما روشن میکنه و من فکر میکنم در این حد کافی باشه. این اگر موافق باشین از این بگذارید. مرسی جناب یوسف. البته کوتاه‌تر اگه جواب بدی بهتره، چون معمولا باشه. بسیار خوب، خیلی ممنون. برسه برای کسانی که اگر سوالی دارن. حالا محمد آقا اجازه است من یه سوال کوچک از دستم در رفت بگم به سوال کوتاه؟ آره خیلی کوتاه. آره کوتاه جواب کوتاه. آره یکی حقیقتش یه چیزی مطرح کردی به نام ملیت قاجاری و شیعی. برای چیز جدیدی بود. ملیت قاجاری نداشتیم. قاجاری ترکیب از قبایل مختلفی بود، هر کی می آمد قدرت رو میگرفت و میرفت و میخورد و میزد و میبرد و مالیات میگرفت. اون یه مسئله ملیت نبود. آخرش اینه جناب یوسف خان، شما فکر نمیکنین اگه شما دارین الان حق طلبی میکنین برای حقوق واقعا ملیتتون و وضعیت خودتون منطقهتون، شما رو هم یه سری گروه ها الان تجزیه طلب میبینن یا پشت سر شما توطئه میکنن، بی‌اعتمادی وجود بیارن؟ و کی هستن اینا رو شفاف بگین. اگه تحولاتی تو منطقه وجود اومد و از افغانستان که شما میگی شروع میشه یا بیاد به منطقه ما شما بدونیم واقعا با چه نیروهای اتحاد و همراهی داشته باشیم که به اهداف خودمون که همون توسعه پایدار و همه جانبه و متوازن مناطق ملی خودمون برسیم. خیلی ممنون. جواب اجازه میدین آقای بفرمایید. کوتاه. دوست گرامی، این هر حال من دیدگاه خودم رو مطرح کردم. شما ببینید من یه مقدار توضیح دادم چرا ما قانون فرهنگی ایجاد کردیم، چرا حزب تشکیل ندادیم. اینا ببین ما هدفی داشتیم. هدف ما هم این بود که تو این منطقه به اصطلاح بریم به طرفش اینکه حقوق ما رو به دست بیاریم. ولی ما میدونیم که حقوق ما وقتی به دست میاد که در ایران دموکراسی حاکم باشه. ولی این دلیل نمیشه که من به خاطر این وقتی فرصت دموکراتیکی که با یک حرکت مردم به وجود اومد از این نعمت استفاده نکنم، از این فرصت استفاده نکنم. خب حالا شما به من یکی ایراد میگیره چرا حزب تشکیل نداد، یکی ایراد میگیره چرا فلان مثلا فلان شده. اینا ببین اون چه که مهم است من در جنبندی چی به دست آوردیم. ما 1 سال در ترکمن صحرا حاکمیت دوگانه برقرار کردیم. از حکومت ایران هر کی وارد خاک ترکمن میشد دستگیر میکردن، میآوردن به سطح تحویل میداد. ما این تو ایران تو بخش ترکمن نشین این کار به عنوان یک حرکت تاریخی اینجوری و این در تاریخ ما در تاریخ ایران میمونه. ما در واقع در اونجا خودمختاری ایجاد کردیم و این خودمختاری فقط این خاطر پایدار نموند که حکومت مرکزی حاضر نشد رسمیت بشناسه. و ما امروز راحت هم بلوچا هم ترکمنا هم دیگران راحت میتونن بگن آقا اونجا 1 سال حکومت خودمختاری ترکمن صحرا برقرار شد، ایران چه ضرری کرد؟ مگه خودمختاری یک منطقه دموکراسی بخواهید حاکمیت دوگانه برقرار میشه. الان در ایران فیلم درست میکنه سازمان امنیت ایران، سریال درست میکنه، تمام تم اصلیش اینه که خب ما در گنبد اومدیم اینجوری کشتیم، اینجوری آتش زدیم، هر کاری کردیم، به خاطر اینکه اینا میخواستن حکومت دوگانه رو میخواستن ادامه بدن. ما مگه توی مملکت تو حکومت میشه؟ بله 20 تا حکومت هم میشه. شرط شما دموکراسی رو بپذیرین، حقوق بشر رو بپذیرین و بدونین الان بشریت وارد مرحله شده که هر کس اینا نمیپذیره زمان تنبیهش میکنه.
زمان بدبختش میکنه، زمان رزیلش میکنه. تو باید به این پاسخ بدی. حرفی که گورباچوف زد، میگه ما 15 سال یک ارگان حکومتی ما را مانع شد که بیاییم بازسازی کنیم. گفت من باید آماده بشم اینا. 15 سال ما عقب افتادیم برای بازسازی، ولی گفت ما مجبوریم هر چه زودتر این کارو بکنیم، چون هر چه نکنیم بیشتر ضرر میکنیم و بیشتر زمان ما را تنظیم میکنیم. به هر حال این یک مسئله بخوای قضاوت بکنی، بخوای جمع‌بندی کنی، نه بر اساس ایدئولوژی، نه بر اساس این اصولگرایی اینجوری اونجوری، بنیادگرایی اینجوری اونجوری، بلکه بر این نتیجه کی سود کی شده. دیگه ما وارد زمانی شدیم، دورانی شدیم که بر اساس سود، بر اساس بهره، بر اساس منافعی که جامعه میگیره در مسیر رشد تغییر تحولش، در راه شکوفاییش، در راه اون چیزی که شما گفتین توسعه پایدار. کدوم جامعه بشری در دنیا با دیکتاتوری توسعه پایدار رسیده؟ با حکومت مذهبی میتونه پایداری برسه؟ این شعار در ایران هیچ نوع زمینی نداره، بلکه این باید به این شکل باید مطرح بشه که توسعه پایدار گریزناپذیره، بدبخت میشه جامعه، این حکومت مانع هست، باید برداشته بشه و راه دیگه مثل زمان شوروی نیست که برای سوسیالیسم نمیدونم از این ور دور بزنیم از اون ور دور بزنیم، اینجوری مردم مشغول کنیم بحث‌های ایدئولوژیک اینا. به هر حال من فکر میکنم متدولوژی برخورد من دستون اومده اینا، من اینجوری برخورد میکنم، اینجوری قضاوت میکنم.